لفظ خود تغییر بدیم. ما متاسفانه نامهربانانه گپ میزنیم. چند دفعه شما شنیدین که افغانا بگه لطفا یک گلاس آب بدید، حوزنکه یک گلاس آب بدید، بخو بچه یک گلاس آب بدید، زشت هستیم. دقیقاً دکتر. چند دفعه وقتی یک گلاس آب آورده یک دسترخوان آورده تشکر گفتیم. چند دفعه خواهش میکنیم یک گپه. ما نیستیم، زشت هستیم. و عناصر لطافت و مهربانی و محبت که در کلام ما مراعات کنیم، در رفتار ما مراعات کنیم. یکی از دلایل که اعضای خانواده از هم قهر هستن قدر ناشناسی است. میگه قدر خوبیای من نمیفهمه. مثلا برش نان جور میکنم، خانه را پاک میکنم، به سر وضع خود میرسم، اما این میاد به طرف چیری من نمیبینه. ایده تلفن خود یا در فیسبوک خود مصروف است. بنان قدر خوبیای هم دیگه را بفهمیم، از قدر چیزای خرد شناسایی کنیم، قدردانی کنیم. میبینیم کلان میشه. عنصر سرزنش از خانواده پس کنیم. متاسفانه بعضی ما عادت سرزنشگر داریم. فقط توهین، فقط تحقیر، فقط گپ منفی زدن و آستا شما یک بار دو بار سعی کنین یک موضوع است. همین گلاس دفعه اول اگه این قدر رو مخالی کنم از این نمیریزه. ولی یک وقت امیر قطره قطران بانم دوامدار شوه لبریز میشه. بعضی وقت اعضای خانواده میگه ما مثلا زشت برخورد نکردیم، کم 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 در روابط نزدیک آستا دیگه کسی را ما لبریز میسازیم. بنان متوجه رفتار خود باشیم، توقعات یک ذره پایین بیاریم. یکی از مشکلات دیگه در خانواده توقعی بسیار زیاد است که مخصوصا این خانم‌ها در نظر بگیرن. اما شکسپیر یک جمله داره میگه خانم‌ها از خدای به این بزرگی یک تا گشوی کار دارن، باز از شوی به این کوچکی کل دنیا را کار دارن. زیاد توقع داریم که مچم طلایت شد، برای من موتر نشد، سفر خارج نشد، بخی بریم. خانم‌ها فامیلا میان که خانم سرش به زور کل چیز فروخته از راه قاچاق رفته، او هم نشد، پس آمده که هیچ چی در خانه نداره.